نوبت رو به کارشناسان عزیز میدیم. کارشناس دیگری ما موجود صاحب نظر و کارشناس مسائل اجتماعی که ایشان نیز خانم خانم بسیار در سالهایی که در تاجیکستان بودند همچون روزنامه‌نگار کار میکردند، همچون کارشناس مسائل اقتصادی در ساحه گیولوژی و دیگر و هاکازاها بسیار سر و کار گرفتند. از این مسئله ما بسیار آگاه هستند. اول سلام علیکم به تماشاگران محترم میگم و بعدا در نسبت اون سوالی که شما دادین که آیا مردم تاجیکستان امروز میتوانند که مستقلانه طلا به دست بیارن یا در کارکرد سنگ‌های قیمت با سهم گیرن. اگر به این سوال از نگاه امروز نگریم، یعنی که متخصص واقعا نمیرسد، اما اگر به تاریخ چند هزار سال پیش نظر اندازیم، واقعا مردم تاجیک میتونستند که تلاشویی دستی یعنی خیلی خوب بلد بودن، میتونستند که طلا به دست بیارن، خیلی هم زیاد. و در این مسئله که اگر ما امروز به مردم امکانیت دیم این کار رو کرده میتونن یا نه، جواب من این است که اگر مردم رو امروز هوسمند کنن و به مردم امکانیت دن، مردم ما میتونن که این کار را کنن. در اینجا مثال آوردین از ارتل زرشویی اودینه. این ارتل هم سالهای زیاد مشکلی زیاد داشت، یعنی نمیتونست که لیتنزیا به دست بیارد برای کار کرد، برای شستشوی طلا در منطقه شگنو، در منطقه دروز و در دیگر منطقه. و خیلی بعد از سرسانی و سرگردانی خیلی زیاد با این ارتل مؤثر شد که به طلاسشویی دست زنن و خیلی در این سمت موفق هم شدن و 150 کارگر رو به کار هم فرا گرفتن. یعنی نتیجه خیلی مثبت به دست آورده بودن و در این زمینه یک تا کارخانه دیگر در دروازه به فعالیت شروع کرد و این کارخانه میتونستن که مردم زیاد جلب کنن و اون مردمی که در این منطقه زندگی میکنن و این روز بیکار هستن و زیادهشون این روز در در مهاجرت مهنتی، در مسافرت قرار دارن، میتونستن این مردم آموزونن و این مردم صاحب جای کار شوند. متاسفانه بازم در اینجا مشکلی اون است که لیتنزیا به دست آورده نمیتوانند و هوسمند هم نیستند. اگر در این سمت امروز حکومت یک برنامه مشخص، یک برنامه مخصوص روی کار بیارد و در یک مدت کوتاه مردم آموخته شوند در یک جایگی با وزارت مهنت و شغل اولی، با ساحه گیولوژی، یعنی با کمیته گیولوژی، اگر متخصصان این کمیته در یک جایگی با وزارت مهنت امروز به آموزش مردم شروع کنن و به مردم امکانیت دهند، ما میتونیم که در این سمت موفق شویم. از آنه که مثال امروز زیاد سخنها اطرافیان میرن که سنگای قیمت بوروی قاچاق به دست آورده میشن، واقعا بوروی قاچاق به دست آورده میشن اما صفت خیلی پس دارن، به او خاطر که مردم در اینجا کار میکنن، میخوان که سنگ به دست بیارن اما طرز چگونه به دست آوردن اون رو نمیتونن. زیاد میشنیم که در دیگر کشورها، مثال در خود کشور همسایه افغانستان ما هستن مغازهای مخصوصی که اونها از مردم این سنگا را میخرن، یعنی که برای سنگ مردم جزا نمیتن بلکه اون هوسمند میکنن، به اون یک مبلغ معین میتن و اون میتوند که یک سنگ خوب به دست بیارد، اون به دولت سپارد، هم از این دولت فایده بیند، هم خودی اون نفر فایده بیند. من از شما پرسیدنیم که ببینید 93% تاجیکستان رو کوهسار تشکیل میکنن، همگی 7% ما زمین داریم تمام، 93% کوهسار هستند و این کوهسار در بطن این کوهسار صدها نمودی ثروت‌های و بایگری‌های تاجیکستان خواب کرده است. چرا بیشتر رهبریت تاجیکستان افتخارش با کدو، تربوز، خربوز است؟ مثلا اگر بجای که یک انگشترین یاقوت داشته باشد یا که یک لعل یگان چیز داشته باشد با اون افتخار کند، یا به یک پاره یاقوت کشور می شود که تمام کدوی آسیای مرکزی رو خرید، اما همه این رو میماند رئیس جمهور با کدو سلفی میکند. فکر شما در این باره چی است؟ چرا چنین است؟ خیلی سوال خوب به موارد دادین. پیش از آن که به این سوال جواب بدم، البته این افتخار حکومتداران ما افتخار دروغین است و
میخوام از اون که کاری کرده نمیتونن با کدو افتخار میکنن و خود امام علی رحمان در هر پیام خود به مجلس عالی و سخنرانیش در نزد مردم میگه گنج تاجیکستان در قعر زمین است. تاجیکستان عزیز ما بیشت واقعی روی زمین کشور گنجای ناکشاده و طبیعت خداداد است. ما و شما به مبالغه در بالای گنج قرار داریم و جایز نیست که من بعد محتاج دستنگر دیگران باشیم. ببینید میگد که ما در بالای گنج قرار داریم و نباید که محتاج و دستنگر دیگران باشیم. این حرفا را شاید اون 20 سال پیش 28 سال پیش گفته بود، اما این حرفا همش در روی کاغذ موندن. از اون که میگد که ما در بیشت واقعی روی دنیا قرار داریم و تاجیکستان گنج اون در قعر زمین است. پس چرا به این کار امروز دست نمیزند و فقط با 7% زمینی که داریم و اون زمین ها امروز اکثریتشون کارناشایم شدن با اونا افتخار میکنند؟ یعنی از اون است که امروز لایقمند نیستن که این ثروت ها را به کارکرد آماده کنند. یعنی که نمیخوان. یعنی در دوره سابق شوروی تاجیکستان همچون مکان اشیای خام بود و این رو رحمان تا امروز آمده نگاه داشت همچون مکانی اشیای خام. نمیدونم اون رو امروز برای کی نگاه می‌دارد، هرچندم که تاجیکستان دولت مستقل است. چرا یک تکان مثلا برای کارکرد یک کان از 20 تا 25 میلیون دلار، برای یک کارکرد یک کان طلا از 20-25 میلیون دلار و 5 تا 6 سال لازم است که اون کم به کارکرد حاضر کرده شد و اینا امروز میگن که ما پول نداریم. اگر یادتون باشد چند سال پیش وقتی که جهانگیر روزیف رئیس کمیته متال های قیمتبای تاجیکستان، سنگ های قیمتبای تاجیکستان بود، اون زیاده از 16 سنگ‌های قیمتبای تاجیکستان را از بارای قاچاق از تاجیکستان بیرون کرد و این سنگ‌ها را بعداً گفتن که در آلمان با مبلغ 28 میلیون دلار به فروش گذاشتن و دیگر درباره تقدیر این سنگ‌ها اصلا مردم تاجیک چیزی هم نمیدونن و درباره اونها یعنی که اونها را به گوشه فراموشی نیاوردن. اما چندین بار سر و صدا نسبت همین سنگ‌ها بودن که چرا همون سنگ‌ها به تاجیکستان برگردانده نشدن یا مبلغ اونها به تاجیکستان برگردانده نشد و بازم حکومت تاجیکستان گفت که این سنگ‌ها در یکی از بانک‌های آلمان هستند و مبلغشون تا 60 میلیون دلار است و این مبلغ امروز فایز میخورد. پس در شرایطی که امروز وضع زندگی مردم خیلی مشکل شده ایستاده است و ما از مشکلی تمام کانها رو به خطای توفه کرده استادیم، برای کارکرد به خطای داده استادیم، چرا همین مبلغ بر نمیگرداند که اقلا به یک کان طلا خودش تاجیکستان باشد، یعنی این کان طلا را خود تاجیکستان کارکرد کند و از کارکردی هم یعنی در شکل نیمخام اون به خارجه نبرارد و اقلا 1-2-3 تا کارخانه کارکرد، کارخانه زرگری را به فعالیت اندازد. ببینید در تاجیکستان امروز یگان کارخانه زرگری فعالیت نمی کند، اینقدر که ما طلا و سنگ‌های قیمت‌بها داریم. مثلا نگاه کنید آیا همین برای مردم شده دادن یک مغازه های قبول سنگ های قیمت‌بها در نزد وزارت مالیه بگذار باشد، آیا همین امکان وجود دارد؟ چرا اگر وجود داشته باشد حکومت این کار رو نمیکند؟ دارد چنین امکانی است، اما گفتیم که باز هم نمیخوان و به کدام روز اینا من توفیق میگذارن من این چیزا گفته نمیتونم. یعنی این بهتر شاید متخصصان بدونن و شاید خود حکومت به این سوال پاسخ دهد که چرا امروز این کار را نمیکنن. آنها که میتونن که جوانان زیادی را آموزانند. در مثلا در ایران ما مشاهده کردیم که در اکثر خانه ها دستگاه های کارکرد سنگ است. بگذار ما درباره سنگ های قیمت‌بها نمیگیم، اون سنگ های آرایشی که هستند چرا اونا را امروز به مردم آموزانده نمیشه؟ دستگاهشون قدر گران نیست، بگیرن با این دستگاه مردم کار کنن وقتی که درباره جای کار میگن. و امروز که با روسیه رفتنم و مهاجرت مهنتی خیلی مشکل شده است، چرا در خود تاجیکستان کار نمیکنن؟ یعنی که این چیز همه چیز از خواستن است و اگر دل حکومت بسوزد، میگن که اگر دل سوزد از چشم کورم آب میریزد، اما حکومت امروز دلش نسوخته ایستاده است به مردم تاجیکستان و در فکر اونم نیست. و من در اینجا یک دورنمای اقتصادی
حکومت تاجیکستان رو و نقشه استراتژی حکومت تاجیکستان را دیدم برای سال 2030 حتی در آن اشاره کرده است که وقتی که این دورنما را به سازمان‌های بین المللی پیشنهاد میکنند در این دورنما اشاره کرده است که تاجیکستان نه دارای 600 کن بلکه دارای امروز 800 کن یعنی به کارکرد آماده کرده شدن و بیشتر از 70 نامگوی اشیاء مینرالی و باز هم میتید کانهای طلا و نقره و سنگای قیمتبارو برای کارکرد به خارجیان و در خود تاجیکستان کارکرد میکنن سیمنت و دیگر اشیایی که اونقدر فایده آورده نمیتونه. با معلومات های مهم شما اشاره کردید. چرا به فکر شما یک اینستیتوت مخصوصی آموزش و تیار کردن متخصصان و در عموم یک کورس های کوتاه مدت برای مردم پیشنهاد کرده نمی شود که مردم یک در کورس های کوتاه مدت طرز اصول کارکرد استخراج طلا، سنگ های قیمت بها و دیگر و هاکذا ها را داشته باشند و وقتی که آموزش میگیرند میآموزند مردم به این چیز سر کار میگیرند به جای مهاجرت برای آن که مهاجرت کنند از پی استخراج کندنی های فایده‌ناک، سنگ های قیمت بها میشوند، طلا شستشو میکنند و این را به حکومت میدهند. اما به جای آن که همین کارها کورس های کوتاه مدت و دیگه و هاکذا ها کرده شود، حکومت یگان چاره بجز صادرات مهاجر ندارد، یعنی مهاجر را همچون مال به کشورهای کارفرما صادرات میکند. برای چی در نتیجه کورس های کوتاه مدت آیا نمی شود که مردم را آگاهی مردم را برای استخراج سنگ های قیمت بها، شناسایی با سنگ های نمودهای سنگ های قیمت بها، فهمش مردم را بالا برد و این در این حالت مردم می توانند کمک کننده حکومت باشند برای استخراج متال و سنگ های قیمت بها و هم سطح زندگی مردم بالا رود. برای چی حکومت به این اهمیت نمی‌دهد؟ زیر این کوسه چنین کوسه وجود دارد به فکر شما؟ چنونی که در بالا اشاره کردیم یعنی که پیشتر گفتیم هستن اویله‌های در تاجیکستان که وقتی که به زرشویی دستی مشغول میشن اصلا این کاری موسمی است، این در موسمی تابستان و اولای تیرمو صورت میگیرد. هستن اویله‌هایی که تو 2-3 هزار دلار هم کار کرده میتونن، یعنی که این خیلی خیلی برای یک اویله در دهات زندگی میکرده که خیلی مبلغ خوب است. یعنی که اگر این روز اون هوسمند کنن اونها را بیشتر به این کار جلب کنن میتونن که مهاجرت پیشگیری کرد و مردم رو به کار موسمی اقلا فرا گرفت. مثلا حتی ما میبینیم که یک زن تاجیک در طرف های زرفشان به انگشکنی مشغول است. انگشکنی خیلی کاری مشکل است، اما کار تلاشویی دستی مشکلی نداره. اونقدر آموزاندن هم لازم نیست، برای اون کورس مخصوص هم لازم نیست. فقط 1-2 روز با مردم طرز شستن اون رو نشوند، یعنی خود اونایی که در همون دیوها کار میکنن و با این کار مشغول هستن اونا میتونن که دیگران را مشغول بدارن. یعنی در این کار در موسم مردم سفربر کردن لازم. یک برنامه مخصوص قطعی اگر اونا رو سفربر کنن اونا میتونن که فایده زیاد بیارن. یعنی فقط باید به این کار بازم که گفتم باید هوسمندی باشد، یعنی نشون یعنی بیشتر برنامه در تلویزیون کنن بگن که این یک اویله که از این کار مثال میتوند که شرایط زندگی خود رو بهتر کند. ما میتونیم که دیگر اویله ها رو هم دعوت کنیم که بیاین به این کار مشغول باشن و شرایط اقتصادی خودشون بهتر سازن. این کار هست، اما متاسفانه بازم چنانه که گفتیم هوسمندی نیست. و در مورد اون که شما درباره تیار کردن متخصص گفتین، ما زیاد در تاجیکستان متخصصان سوای گیالوگ خیلی زیاد هستند. نیمی مردم بدخشان، نیمی بچهای بدخشان در همین ساحت تحصیل کردند
یعنی دیپلم این سوال رو دارن و بازم که به کار جلب کردن نمیشن، مجبور هستن که مهاجرت مهنتی رو اختیار کنن. یعنی که امروز کار نیست برای اونو. اگر با کارکرد آموده کنن کارها رو و مردم به کار جلب کنن در مسئله متخصصان ما امروز تنقیصی نداریم. شما ببینید که بعداً جابجاگذاری نادرستی کادرها در اینجا است. مثلا عظیم ابراهیم که سرمتخصص سوای گیالوگی است و سالها در سوای گیالوگی کار کرده است، امروز وزیر نقلیات تاجیکستان است. چرا باید اون رئیس گیالوگی نباشد، رئیس کمیته گیالوگی نباشد؟ ما متخصص داریم. اما امروز چنانه که گفتم کانهای تاجیکستان همچون مکانی اشیای خام نگاه داشته می شوند. دیگر همین است. نمیدانم چرا منتظر هستند. منتظر سرمایه گذارانی با قوت‌تر هستند، منتظر اشاره کسی هستند، منتظر اشاره چیزی هستند که اصلا به این ساعت توجه کرده نمی شود. و غیر از اون حرفای خشک و خالی که ما گنجای طبیعی زیاد داریم و ما در بیش زندگی میکنیم.